احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که به ضد رژیم نو طالبان می‌جنگد روز 12 اکتبر با نشر یک اعلامیه از اعتراف رسمی حکومت طالبان خودداری کردن کشورهای دنیا را یک کامیابی این جبهه تحت رهبری خود نامید و اظهار امید کرد که این کشورها به موضع‌گیری منطقی و مناسب خود ادامه داده همچنان از شناختن رژیم طالبان استحاله کرده روی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان پایفشاری خواهند کرد. فریاد بلند عدالت‌خواهی زنان و خواهران شجاع و با همتمان در برابر ظلم، تعویض، استبداد جغرافیای مقاومت را سرتاسری ساخت و به یک دایه ملی و انسانی مبدل نمود. نتیجه ایستادگی و اعتراض شماست که جهان از به رسمیت شناختن طالبان اطمینان نمود، گفته است احمد مسعود خطاب به طرفداران مقاومت ضد طالبان در اعلامیه خطی که در صحیفه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. به عقیده احمد مسعود بدون شک افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت واقعی فراگیر برخواسته از اداره ملت و متشکل از اقوام متنوع می باشد تا از حقوق اساسی و مطالبات واقعی مردم نمایندگی کرده بتواند. او این مقاومت را اعتراض و ایستادگی در برابر ترور، جنگ، جهالت، ظلم و اشغال نامیده طالبان را به قتل عام و جنایت‌های جنگ ابدار کرده است. قتل عام نمازگزاران در مسجد جامع سیدآباد قندوز، کش دادنی‌های اجباری مردم ملکی از خانه‌ها و املاکشان به ویژه در ولایت قندهار، بلخ، دایکندی و منطقه‌های اندراب‌ها، ناپدیدسازی افراد و قتل‌های دستجمعی در ولایت پنجشیر همه مصداق‌های روشن جرم جنگ، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است، تاکید کرده است احمد مسعود. او اظهار اطمینان کرده است که مقاومت و ایستادگی‌های مردم در متن تحولات ژئوپلیتیکی منطقه امید و افق تازه برای سرزمین ملت و افغانستان آفریده، جبهه مقاومت در این مسیر با مردم تا آخر راه و پیروزی نهایی حرکت خواهد کرد. جبهه مقاومت برای گذار و وضعیت موجوده به وضعیت مطلوب سعی می نماید تا خدا بخواهد روز شاهد برگردانیدن مشروعیت و صلح پایدار به افغانستان باشیم، گفته است رهبر جبهه مقاومت.